سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ اومدیم با یه ویدیو دیگه در مورد یه پک $10 بود. اینجا بود، الان اینجا نیست چون من گرفتمش. اومدم ویدیوشو براتون بذارم که چیا داره، چجوریه. چاپرشو بریم رو نمایی کنیم چاپرش چیه. خب این یه دونه اسکیناشه. چاپر داری که این یه دونه اسکیناشه سفید مشکیه، باله. تر خلبانه چیه نمیدونم. یکی دیگه‌ش هم این یکیه، فرقی ندارن ها، فقط رنگاشون عوض میشه. این سفید مشکی میشه، اون یکی سفید میشه. چاپر داری که آجی دیشب اومدم تو گیم، دیدم که پینگ انقدر بالای داغونه که نگو. نمیدونم چی بود. بعد متوجه شدم سرورها اصلا خراب شده. اصلا دیشب تا امروز بعد از ظهر ساعت 8 کلا سرورها خراب بود. پینگ 80-90 همینجا تو لابی هم از یکی دوتا انمی پرسیدم، اونا هم گفتن آره برای ما هم اینجوریه. یعنی خوب بود ها، 60 بود، 55-60 بود، یهو میرفت 80-90. یعنی وسط فایت حالا. آره دیگه. ولی خب امروز خدا رو شکر حل شد. امروز حل شده. بریم که رونمایی از چاپره $10 $10 هزینه کردم ناموسن. بچه اگه میخواید بزنیدش چون بعدا پشیمون میشید که نزدیدش، چون یکی از چاپرهای کمیاب بازی میشه و اگه اکانتتون خوبه و مثلا خرج میکنید روش حتما بزن. برو بریم. تو محدودیت ها اومدم براتون ویدیو میسازم. اسکینو داری که خلبان F16 باشه. کجا بریم بچه ها؟ بلک مارکت گولده، نظرتونه؟ 1500 شد یا اول فصل. اینجا جاییست که من فدا رو خواهم گفت. این اسکویدی کجا داره به استند آف یومن بلک. او فکر کنم بلک ویری داداش با این جامپت. حاجی ریدم، خودم بدتر ریدم. هیچی اینجا نیست، همه باکس آرموره یا اول فصل. اکتیویژن مشکل داری، ما اینجا داریم زحمت میکشیم. ببین چک جان کیاره ما داری که کیاره اومد دست داداش. با بیمیر دیگه، حالا درسته ما ریدیم، تو هم داداش بیمیر باش.
حاجی ناموسن شاته اینجا شات اگه ریجستر میشد ببین شات میزنید چوست دمیج میشه. من عاشق این زیپ لاینم. بچه ها برام زیر این پست بنویسید کدوم زیپ لاینه، کدوم منطقه از بازی زیپ لاینش رو بیشتر از همه جا دوست دارید. حاجی اینه 3 تا بودن، اون یکی کو؟ بچه ها این انفور من گردونش رو زدم فکر نکنید رایگان. الان یه سریا میگن میخواد CM4 تو به رخ ما بکشی. حاجی ولش کن، اینجا انگاری کسی نیست. اینو نگاه، اینجا چی میگی تو عمو؟ چا بریم، میخوام چاپر نشونتون بدم. در کل اومده بودم فقط چاپر نشون بدم. اسکین بچه این اسکین هم خوشگل خدایی، هم موومنتش خوب. دیگه راش هم میدیم دیگه باش. چاپر داری که نگاه کن، صندلی ها داری که آرسیه. این زیرش هم اومدن پروژکتور اینا انگاری کار گذاشتن جان، هزینه کردن براش. به نظرتون چند میلیون دلار هزینه کرد؟ بشینیم حالا بریم. بچه دومش چقدر درازه ولی خیلی جذابه خدایی، من باش حال کردم. بریم گریت استنداف. بریم داشبال HS تاپتنیانشو بکشه. فاصله همیشه خوبه. یه بار یه پلیر لاشی گیرت میافته یه جا خط گرفته تا تو بیای، نیدی چیزی پرت میکنه تو شورتت، حالا بیا و لابی رو بغل کن. ناموسن بچه ها گفتم یه رفیقام گفتم بیا با هم ویدیو بگیریم، خوابم میاد فردا. منم واقعا حوصله‌ام سر رفته بود، اعصابم به هم ریخت. گفتم بذار خودم بیام تک و تنها براتون مچو جر و جر کنم. ففار داری که متیکم هر کسی نداره مثلا اینجاست که میگن ایرانی خر از یه باتم نمیگذره. به فکر داری که لول آخرشم. بریم بچه ها یه جراش بدیم و ناموسن کجایید؟ انمیات رو خدای گرای بدید بگین کجایید. بجه اینجا لب دراپ هم انگاری. آره انگاری اینجا، چون الان یه دونه این کلاسا بود اینجا. تو به چاپر نازنین کی تیر زدی؟ تو به چاپر نازنین کی تیر زدی فاطمه؟ وای تو چرا نیفتادی؟ وای وای تو چرا نیفتادی؟ ناموسن داداش چرا نیفتادی؟ جون سگ داشتی.
بدو ببینم اینجا لبه دراب پیدات نشه گندگوزی کنی برای داشب. بچه در جریان باشید. این یکی باتون بعد این که زدم نمی بود. کلن مریضم نینجا دستم میفته کسخل راش میشم. آی ناموسم چی میشه گفت به یه موجود لاشی به درد نخور اینجوری که با هاور بیاد زیرت کنه. من که سولو بودم ولی دهن شما رو سرویس کردم. بچه بیا من میگم اصاب خوردی بدتر از این دیگه. ببین ساعت پلیرها میبینی ناموسن. این از ساعت پلیرهای ایرانی غیورمون. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. داشبول رو حمایت کنید. امیدوارم بتونم براتون ویدیوهای مفید و بهتری رو بذارم.